به جان اون دوتا نازنین تخماتون یه فیلم آوردم درجه 1 با بازی کانر مکگرگور بزرگ محصول 2024 که قشنگ پشماتون بریزه. یعنی دختر خانومای کانال اگه آخر هفته وقت اپیلاسیون دارید همین الان زنگ بزنید کنسل کنید که همینجا پشماتون میریزه، میشه عین دنبه. جون Don't let no one get this close. کانر یه مبارزه که یه جفت خایه پیکنیکی داره سایز کلت، رفته خونه یه زن شوهردار و تا خایه جا کرده که شوهر طرف میاد و اینم لخت کامل تو شهر میچرخه و ابولشو هلیکوپتری میچرخونه تا اینکه یکی استخدامش میکنه برای یه کاری. به به عجب ماشین باحالی داداش، BMW است؟ BMW بیشین سر کیر من لامبورگینی گاز بده. ای کسکش. رفقای گلم سلام، امروزم یه فیلم خیلی باحال دیگه داریم. آماده اید؟ این بزرگوار اسمش دالتونه که اومده مسابقات زیرزمینی شرکت کنه. این یارو نرقوله همه رو زده، یعنی از شیرخوار تا کیرخوار همه رو نموده. قیافش هم شبیه کیر بعد از جق میمونه. نوبت به دالتون رسیده که این نرخر میگه من لقبم اژدهای خارداره، من خیلی خار دارم. خارت گاییدم. وقتی دالتون رو میبینه در جا خایه میکنه و اونو میشناسه که دالتون یه قهرمان معروف UFC بوده. میگه آقا من گندگوزی کردم، اگه با این مسابقه بدم پاره میشم. گوز اندازه کونت بکن که پاره نشه. این کیر بعد از جق بدون مسابقه شکست و قبول میکنه و دالتون همه پولا رو میبره. این دخترم روی دالتون کراش زده. وقتی میاد بیرون یکی از پشت سر به دالتون چاقو میزنه. آج گیرم تو کسر داره. دهن تو گاییدم وای. دالتون انگار پشه نیشش زده و به تخم چپ دایورتش میکنه. همون دختره میاد که به به چه پسری، خیارتو بخورم، گوجه هاتو لیس بزنم. اینم میگه امشب سالار خسته است، برو پی کارت. دختره که اسمش فرانکیه کارتشو بهش میده که من یه کافه بین راهی دارم و اونجا به یه باخایه مثل تو نیاز دارم، اگه خواستی بیا اونجا کار کن. نصف شب دالتون میخواد خودشو بکشه، افسرده شده. با این هیکل و سیکس پک و این همه پول میگه من افسردم. کیرم تو اون افسردگیت کسکش. افسرده چی هستی قرمسا؟ میره روی ریل قطار پارک میکنه. قطار به ماشین میزنه ولی خود خرشانسش زنده میمونه. میگه حتما این یه فرصت دوباره است. فردا با خودش تصمیم میگیره که بره به اون کافه بین راهی و اونجا کار کنه. توی راه جلوی این کتاب فروشی وای میسه و از این دختره چارلی آدرس کافه رو میپرسه. چارلی میگه اون درخت بزرگ بعد از پولو دیدی؟ همون تو کونت. میگه همونو دست راست بری میرسی کافه و یک کتاب تنظیم خانواده هم بهش هدیه میده. دالتون میره کافه و از اونجا خوشش میاد و همونجا مشغول به کار میشه. شب یه سری از اراذل اومدن اونجا و دامبولی کسک بازی در میارن. دالتون میپرسه نزدیکترین بیمارستان تا اینجا چقدر فاصله داره، چون الان ننتونو میگم و دوقلو حاملش میکنم. بعد از اینکه خواهر و مادرشونو به عقد و نکاح خودش در آورد، همشونو میبره بیمارستان که من اینا رو پاره کردم، لطفاً بدوزیدشون. این پرستاره به اسم الی میاد که زخم پهلوشو پانسمان کنه که بازم به به چه پسری، خیارتو بخورم، گوجهات لیس بزنم. اینم میگه بابا دست از سر این ابول بی صاحب ما بردارید دیگه. فرانکی صاحب کافه بهش میگه که امشب بیا خونمون ببین برای سیاها صورتیه یا نه. اینم کفران نعمت میکنه، میگه ممنون من امشب وقت ندارم. من کیرم تو اون وقتت. کسکش تو گوز کدوم کونی وقت نداری؟ یه قایق قدیمی رو به عنوان خونه برای خودش اجاره میکنه. فردا یکی از فروشنده های کافه که این خانم توپولی باشه برایش صبونه میاره. میگه من 250 گرم ندارم، قشنگ 500 گرم کلوچه دارم، میخوای بریم شلپ و شلوب؟
کونکش قبول نمیکنه و توپلجان با قلبی شکسته و کونی پاره برمیگرده. رفته دوباره اون کتابخونه تا از کامپیوتر چارلی استفاده کنه که چند تا اراذل میان اونجا. چارلی بهشون میگه که سریع از اینجا برن. اونا هم میگن بگیر بخواب بابا، لحاف یخ کرد، چربش کن که داریم میای. اما دالتون رو میبینن و درجا خایه ها رو پاپیون میکنن و در میرن. این کونگلابی بنه، رئیس کل مافیا، که افرادش میان بهش میگن این یارو تازه وارده خیلی قویه، همه ما رو نموده. برو باشه کونی رو ریدم دست رو پدره، رو ریم در رو مادره. زنگ میزنه به کانر مکگرگور که توی فیلم اسمش ناکسه. ناکس رفته خونه یه زن شوهردار و تا خایه جا کرده که شوهر طرف میاد و اینم لخت خداحافظی میکنه و میاد بیرون. همینطوری ابوال به دست میچرخه و دم و دستگاهشو هلیکوپتری میچرخونه. به این یارو میگه بیا بگیر دستت باهاش بازی کن. رئیس مافیا از پشت تلفن بهش میگه که هرچی دستته سریع بذار زمین و بیا اینجا. اینم میگه کیرم دستمه. یا بخورش بیا. میگه بگو فقط خایه‌داراش بمونن که دارم میام شیرخوار تا کیرخوارشون رو پاره کنم. شو میرم محل شری بر پامو کنم شو قیامت. دالتون توی رستوران اتفاقی همون پرستاره الیو میبینه و شروع میکنه تعریف کردن که چشمات مثل مرواریده، پایینت مثل بهشته، خلاصه مرزای خایمالی رو جابجا میکنه. دخترم خودشو خیس میکنه و باهاش قرار میذاره. جون بده بخورم اون کون خار کسته رو، نه که کونو بخورم گاز بگیرم منظور. فردا چند تا از آدمای مافیا میان دنبالش که باید با ما بیای، رئیسمون میخواد تو رو ببینه. اینم میگه وقتی شماها هنوز توی موز پدرتون بودید من رزمی کار میکردم و میزنه سوراخشون رو تونل میکنه. بلند شو بینم خرکسته به سر که آب کیرداز گوه میخوره فقط. فرانکی حقوقشو بهش میده و میگه ببین لیموهام چه سایزی دارن، یکم آب لیمو نمیخوای؟ اینم میگه نه و کیر خر. الی جون اومده دنبالش، با هم دیگه میرن دور دور و عشق و حال و کار داره به جاهای باریکترم میکشه. حسابی لبو میگیرن. منم میخوام به منم بدین. داداش با نون بخور سیر شی. این سلطان یعنی ناکس میاد که دول موشیا همتون برید کنار که خرخایه اعظم اومده و به بن رئیس مافیا میگه من 2 تا خایه دارم اندازه کله پدرت و کونی 2 عالمم اگه یه بادمجون کلفت تو ما تحت بدخواهت نکارم. افراد گروه بهش میگن از این به بعد تو دیگه فرمانده ما هستی، اصلا ما سربازتیم. من به سربازام کیر میدم بخورن. رفقای گلم قبل از اینکه ادامه داستان فیلمو بگم یک کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره. اگه لایک هم بکنید که دیگه ما رو کردید، ما رو شرمنده کردید. این یارو کلانتر شهره که میاد دالتون رو سوار ماشینش میکنه و میگه تو چرا انقدر دعوا میکنی؟ اصلا سر چی دعوا میکنید؟ تمام جنگای بزرگ دنیا سر کس رخ داده بچه‌ها. کلانتر میگه اوی کونتاغار اگه بخوای شهر منو به هم بریزی به 7 روش سامورایی، 3 روش ابداعی و 2 روش ناممکن بهت دخول میکنم. فهمیدی چاقال؟ چاقال خودتی، چاقال پدرته، چاقال جد و آبادته. و شروع میکنن به زدن دالتون. یه دفعه جیگرطلا الی میاد و زارت میزنه تو گوش کلانتر و دست دالتون رو میگیره و با خودش میبره. پسره میگه دختر تو چقدر خایه، یعنی چیز اونو که نداری، چقدر جیگر داری. دخترم بهش میگه این کلانتر کنده پر رو بابامه. بن رئیس گروه خلافکارا اومده توی کافه. به دالتون میگه من ناکس رو استخدام کردم که میدونی کسخله، اگه بیاد اینجا سوراخ سالم برای هیچ کدومتون نمیذاره و این آخرین فرصتته. یه فیلم توی گوشیش بهش نشون میده که من میدونم تو یه مبارز UFC بودی. دالتون خیلی بیرحم بوده و همه حریفاشو تو رینگ میکشته، اما حالا تغییر کرده و حسابی عذاب وجدان داره.
فرانکی صاحب کافه به بن میگه که میدونی من این کافه رو بهت نمیفروشم. تو کافه من چیکار داشتی؟ بنم میگه دیشب شورت ننت خونمون جا مونده بود پس آوردمش. ناکس به افراد گروه میگه آماده اید بچه ها؟ اینا هم میگن نه. گو میخورید مادر جنده ها. میاد تو کافه، دوست دختر یکیو میگیره و میگه بیا با من برقص. به پسرم میگه این دختره دیگه برای منه، از این به بعد بکنش منم. ببین چاقال کس ننتون. و یه تنه میزنه خشتک همه رو میدره. داداش ننه همه رو جنده کرده که بستشونه دیگه. به دالتون میگه الان یه حرکت میزنم جفت خایهات باد کنه. آمدی اینجا کیر بخوری داداش. دالتون امشب اصلا خوب مبارزه نمیکنه و حسابی کتک خورده. ناکس میگه چرا خوب مبارزه نمیکنی؟ مگه امشب قرار دعوا نداشتیم کونی؟ فرامرز کونی اینم تای شاپور کیرم تو کس آفی کیرم تو کس ناموست. کجایی بابا ما اینا وایسادیم؟ بهش میگه به مادرت سلام ویژه منو برسون، اما دفعه بعدی باید یه مبارزه نهایی با هم داشته باشیم. وازلین هم با خودت بیار، لازمت میشه. ای کیر تو قبر پدرت. فرانکی میاد بهش میگه چرا داری از اینجا میری؟ تو یه ترسویی و حسابی ترسیدی. اینم یه دفعه‌ای رگ خریتش میزنه بالا و میره سراغ تک تک افراد مافیا و همه رو میکشه. پولای مافیا رو هم میدزده. کلانتره میاد بهش میگه که جیگرطلام یعنی دخترم الیو دزدیدن و دارن سوراخشو اتوبان میکنن، باید پولاشون رو پس بدی. دالتون میاد توی کشتی مافیا که دختره کجاست؟ اینم میگه تا دسته تو اونجاست، یعنی اتاق پایینی هوا کرده. یه دفعه میبینه که خود کلانتر کون دریدم اونجاست. به پسره میگه که کونی خان من خودم با این گروه خلافکار شریکم. بن به کلانتره میگه برای اینکه خود تو به ما خیانت نکنی واقعا دخترتو گروگان گرفتیم و الان تو اتاق پایینی دادم هواخورشو افتتاح کنن که اینا با هم دیگه درگیر میشن و طی یه سری اتفاقات تخمی تخیلی کشتی منفجر میشه. دالتون میره طبقه پایین، دختره رو نجات میده و با هم دیگه فرار میکنن. ناکس هم دنبالشونه، میگه اگه خایه دارید وایسید. خایه‌شو داشته باش. توی ساحل دالتون داره رئیس گروه مافیا بنو میزنه که ناکس میاد. دالتون میگه امروز دیگه میکشمت. اولم برف میزنی ببخشید. و میخوان با همدیگه مبارزه نهایی رو بکنن. بابا گاییدین آقا گاییدین همدیگه رو نکنین آقا. اما ته یه مبارزه خای افکن که قشنگ پشماتون یه فر 6 ماهه میخوره، ناکس کشته میشه. دهن همتون رو گایید. دالتون میخواد برای همیشه از اونجا بره و خداحافظی میکنه. چارلی کتاب فروش هم میگه رفتی؟ حالا میموندی باهاش ور میرفتی. و بعدن میبینن که همه پولای مافیا رو برای اونا و تعمیرات کافه گذاشته. همون روز اول دوست دختراتون رو ببرید کله پزی. در جریان باشید دختری که کله پاچه نمیخوره اونو هم نمیخوره. عزیزای دل کامنت انگلیسی و لایک و ساب یادتون نره.